الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران بسیار عزیز گرامی، روز شریف جمعه را که سید الایام است، روز اجابت دعاهاست، عید مسلمانان است. از برای شما و در شخصیت شما برای تمام مسلمانان واقعی جمهوری تاجیکستان، بلکه تمام جهان تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند حنان مسئلت آن را دارم که پروردگار مسلمانان را همیشه سربلند و پیروزمند گرداند. آمین. ما هفته گذشته مکتوبات رسول الله صلی الله علیه و سلم به اتمام رسانیدیم. ان شاء الله از همون جایی که صحبت قطع شده است با امروز ادامه خواهیم داد. اکنون میگذاریم به فعالیت های نظامی. با گفتن خالی کار بود نمیشود، شما میدونید، یعنی که در برابر آن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم توسط قلم و مکتوب و توسط کلام و سخن مردم را دعوت میکرد، همچنین دفاع و پشتیبانی از دولت تازه بنیاد اسلامی را فراموش نمیکرد، در مد نظرش بود. زیرا اگر ذره مسلمانان تغافل میورزیدند، دشمنهای زیاد داشتند که همه فرصت میپاییدند، دشمنهای فرصت طلب بودند تا اینکه یک خسران و زیان به جان مسلمانان و به مال و ثروت مسلمانان رسانند. از جمله در ابتدای ماه محرم یک گروه از قبیله بنی فزاره که مجموعاً به همه غطفان داخل می شود، یعنی قبایل نجدی، خلوت آمدند به حوالی مدینه و در جایی که شترهای شیرده، شترهای ماده که نزد اعراب بسیار قیمت بها است، شترهای شیرده پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسلمانان مدینه میچریدند، هجوم آوردند و تمام شترها را به یغما بردند. سردارشان عبدالرحمن فزاری، بدبخت بدگهر مشرک کافر، شومان کشت. قضای الهی همون روز در بین شترها همراه شومان یکی از غلامهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم با نام رباح و یکی از صحابگان بسیار شجاع و جوانمردی حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم با نام سلمه ابن اکوع نیز بودند. اکنون انشاءالله از زبان قهرمان این حرب، قهرمان این غزوه، سلمه ابن اکوع، به سمع شما حادثه را می رسانیم که چی نوع به وقوع پیوست. سلمه ابن اکوع می گوید من بالای اسب ابو طلحه سوار برای تماشای شترها و برای نگاه بینشان آمده بودم که یگان واقعه رخ ندهد. همان شب عبدالرحمن فزاری ناخواست می گوید هجوم آورد، چوپان کشت و شترها را پیشانداز کرده گرفت رفت. من میگم بر رباح که پیاده بود، سلاح نداشت، اسب ابو طلحه را تسلیم کردم و گفتم این را به صاحبش برسان. ببینه مردم چه خیلی امانت دار بودن، به صاحبش برسان و با مسلمانان خبر ده که یک گروه از بنی فزاره شترها را دست دیدن و بردن، به یغما بردن. من از قفاشون پاییده میروم و هر جا نشانه میگذارم، بگذار به همون نشانه ها ما را دریابند. و سلمه ابن اکوع که بسیار واقعا دلیر جسور بود، میگوید پای پیاده، بعضا پشت درخت ها پنهان شده، بعضا در پشت خرسنگ ها پنهان شده از قفاشو میرفتم که ناخواست میگه مرا پیخست کردند. دیدند یک نفر از سوارش اسب به سوی من تازان که از پشت درخت، میگه وقتی نزدیکتر شد یک تیر در سینهش زدم، به اسفل اسافلی فرستادمش. در ابتدا گمان کردن که شاید شماره پیگیرا زیاد باشند، میگن
به همون راهشو ادامه دادن گرفتن تا اینکه به یک تنگه رسیدن نزدیک به منطقه وداع، ثنیت الوداع. وقتی میگه در اون تنگه وارد شدن، من از بالای کوه بر اومدم و بعد میگه سنگا را طرفشون جر کردم. در یک حالت اضطراری دیگر افتاده بودن، جانشو که تنگی کرد شترها را پرت افتند و گریختن، فرار کردن. اما من میگه از قفاشو پیگیر بدم، زیرا این بدبختا باید به سزای عملشو میرسیدن تا اینکه بار دیگر آرزوی مال و ثروت مسلمانان را نکنن. از قفا می آمد و میگه جایی که شترها را پرت افتادن هر جا نشانه گذاشته که وقتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم می آید راهگم نزند، ما را پیدا کند. حتی میگه کار به حد آمد که وقتی تشنه ماندن، آب نیست، در یک نزد یک چشمه ای که زیقار نام دارد و همه غزوه هم همه جنگ هم به خاطر همه چشمه با نام غزوه زیقار یاد می شود در تاریخ. فرود آمدن خواستن آب نوشن که میگه من تیرباران سر کردم، تو راندمشان. بیچاره میگه بیچاره هم نیستن، خدا لعنت چو کنن، بیچاره چی هستن؟ دیگر میگه از خوف هراس سبکبار شویم، گفته 30 چادرشون پرت افتاد که از برد یمانی بود، چادر برای شب خواب کنی. 30 نیزه ایخچون انداختن، یک جا جمع شو آورده. میگه و در همون جمع اشاره گذاشتم که مقصد همین غنیمت مسلمان ها است و از قفاشو پیگیر شده رفتن گرفتم. هر وقت میگه جانب من میخواستن هجوم کنن، من بالای کوه میبرومدم. حتی میگه بار 4 نفرش وقتی نزدیکتر شدن صداشو کردم. میگه گفتم گوش کنه، من سلمه ابن اکوع هستم. سلمه ابن اکوع در کوه کوتل مثل بز کوهی وارد چابک چالاک هستم. هر کدام شما را تنها تنها دریافتم مکتونه میزنم، اما شما مرا دریافت کرده نمیتونه. هر وقت با میگه تیر میزدم شعرشو میگفتم، خذها انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضاع. بگی ای تیرا از جانب سلمه پسر اکوع، امروز روزی مردهایی هست که شیر شیرزنان خوردگیان. امروز روزی شیر بچه ها است، امروز روزی نشان دادن جسارت است. ببینه یک شخص این غیرت هم ببینه، سبحان الله. شب بود میگه که نخواست بعضی از سواره های مسلمان را دیدم که همو نشانه ها را دیده از قفا می اومدین در بین درخت های نخل. میگه نخواست مشاهده کردم، پیش پیش اخرم می اومد. اندکی از او قفاتر حضرت ابو قتاده رضی الله عنه بالای اسب سوار و از قفای او مقداد ابن اسود، 3 شه سوار اومده استیم. اخرم نخواست میگه گروهی از امو بنی فزاره را دید، به طرف اونا اسب تازان. به مقابلش عبدالرحمن فزاری سردار گروه مشرکان خارج شد. بینشان چند ضربه رد بدل شد. اخرم اسب عبدالرحمن فزاری را پی کرد، اسب افتید، اما عبدالرحمن یک ضربه زد، خدا رحمت کند، اخرم جام شهادت نوشید و بالای اسبش پرید سوار شد که در همین لحظه حضرت ابو قتاده رسید. یک سری نیزش کرد، نیزه را زد در شکمش خلان، گرفت در آسمان همیتا برداشتش چپگردانش کرد. وقتی که بنی فزاره دیدن اینو اگر چند 3 سوار بودن، اما وقتی دیدن که سردارشون هلاک شد، کشته شد، رو به فرار آوردن، گریختن. میگه هر سپرشون. همین وقت بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با گروه پیشتاز مسلمانان رسید. دیگر یک وضعیت بود که هر سه پراکنده شده بودن او گروه دشمن. میگه گفتم یا رسول الله، یک چند سواره را به من ته همش دستگیر میکنم، در گردناشو بند بسته کشان میارم. اما حضرت صلی الله علیه و سلم میگه مرا باز داشت، گفت کفایت ملکتهم فحجز،
اگه تو غلبه کردی، تو غالب اومدی، توکل شو به خدا، اکمون شو. شرط نیست که دونه دونه او را بقپیم به قتل برسونیم. سرور شو به سزای عملش رسید، همه کفایه میکنه. زیرا گفت الکی در زمین بنی غطفان نزدیک شدن، به غطفان قریب رسیدیان، دیگر حاجت به اونا را تعقیب کردن نیست. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان داشت: خیر فرسان الیوم ابو قتاده و خیر رجالتنا سلمه. گفت بهترین اسب سوارای ما امروز در این جنگ حضرت ابو قتاده بود و بهترین پیاده های ما سلمه ابن اکوع. به نوازش میگه سرم سیله کرد. وقتی بازگشت می اومده من پیاده بودم، میگه حضرت صلی الله علیه و سلم در پشت شترش، در پشت اسبا مرا شناند همچون مهمان خاصه، به خاطر آنکه مردم بدونن که چه مرتبه و منزلت پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارم. سبحان الله. مردای خدا اینایی که شجاعت ها نشان دادن که مرتبه و منزلت پیدا کردن، آبرو و عزت پیدا کردن. حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم مخصوص سلمه ابن اکوع قید کرد، ذکر کرد و در پشت شتر خود شنانده به مدینه منوره آوردش. ما و شما هم وقتی که همین قصه ها را میخوانیم، تاریخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میبینیم، باید خودمون هم قیاس کنیم که ما کی هستیم، ما چی درجه و منزله داشته باشیم. فردا روز قیامت در پیش حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم وقتی به هزار امید و آرزو می رویم که یا رسول الله طلب شفاعت داریم، چی می گفته باشیم؟ مبادا اگر سوال کنه که ای امتی من تو چی کار کردی؟ تو به کدام کارت افتخار داری؟ سلمه ابن اکوع افتخار دارد که اگر چند شماره دشمنان خیلی زیاد بود قفا نگشت، تا آخر تعقیبشان کرد، بعضی هاشون را به سزای عملشون رسانید. ابو قتاده افتخار دارد که عبدالرحمن فزاری را سر نیزه کرد، کشت. اخرم رضی الله عنه افتخار دارد که در راه خدا جام شهادت نوشید. تو چی کار کردی؟ چی میگیم بچه؟ همیشه همه باید در مد نظر تو باشم، عملی نیک داشته باشیم که بگیم که یا رسول الله ما هرگز سنت تر ترک نمی کردیم. یکی از سنت های حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم ادای 5 نماز در مسجد است با جماعت مستحبه. یا رسول الله فرمان تر که طلب علم برای مردا و زنای مسلمان فرض است، به دل جان ادا می کردیم. یا رسول الله هر کسی نامی تر کج می گرفت در جاش می شیناندیمش. یا رسول الله ترا قسم به خدا از جانهامو بیشتر دوست می داشتیم. اما اونجا دیگه جای دروغ نیست، اونجا جایی نیست که بعد واهمه کنی. ماشین 7543 راه بند کرده است، خواهش میکنم ماشین 7543 از کسی باشه هم ماشین بگیره راه بسته نکنه. حضرت مولوی قصه میکند، سائل آمد به سوی خانه، خشکنانه خواست یا ترنانه. سائل طلبنده را میگن. یک طلبنده میگه یک روز در خانه یک شخصی آمد، در شکفت که یگان نانی تره خشکی داری بیا صدقه کن. گفت صاحب خانه نان اینجا کجاست؟ خیره که این دکان نان واست؟ صاحب خانه گفت تو دیوانه هوشیاری، این بطر نانوا هست که ای خانه من اومده نان پرسیدستی، نانوای برا. گفت بار اندک پی هم بیاب. بیچاره گفت خیلی نان نداری لااقل یک کم تا روغن هم بیار. گفت بار اندک پی هم بیاب. گفت آخر نیست دکان قصاب. گفت خدا جان تماس کنه بطر قصاب خونه ای که من بطر روغن حیوان میام. گفت پاره آرده ای کت خدا
گفت پینداره که هست این آسیا، این جانور با قافیازم بدست. خیلی میگه اگر اردم بیار، خیال میکنی میگه اینجا آسیا بست، اردت بیارم. گفت بار آب ده از مکرعه. اقلا گفت یک کاسه آبم بیار خدا جان تماس کنه. گفت بار آب ده از مکرعه. گفت آخر نیست جویا مشجعه. بود خونه من نهر نیست. گفت خونه من چشمه آب نیست، یک جا بود بتم. هرچی او درخواست از نان تا سبوس، چربک میگفت و میکردش فسوس. بیچاره چیز طلبید، یگون جوابکش داد. آن گدا در رفت دامن در کشید، اندران خانه به حسبت خواست رید. گفت هی هی، گفت تن زن ای دیژم، تا در این ویرانه خود فارغ کنم. این گدا هم در اومده لبی دامنش برداشت، ایزارش کشید، 6 تا یک کنج. همش گفت دیوانه اشاره خونه. گفت خب کلیدم تبگی از این دیگه جای خرابه و ویرانه نمیابم، من اقلا شکم خالی کنم. چون در اینجا نیست و چیزیستن، در چنین خانه بباید ریستن. او خانه ای که هیچ خاک نداشته باشه، این چی خانه ای، این چی منزله ای، این حاجت خانه است. به حضرت نصیحت میکنم، چون نی بازی که گیری تو شکار، دست آموزی شکاری شهریار. نیستی طاووس در 100 نقش بند، تا به نقش چشم ها روشن کنند. ای مسلمان زاده میگه تو بازی شکاری نشدی، تو جوانمردی واقعی نشدی که از اسلام و از دین دفاع کنی. تو لااقل طاووس نشدی که به دیداری تو چشماشون مردم روشن کنن، عملهای خوب و اخلاق حسنه تو باعث تقویه اسلام بگردد. همنه توتی که چون قند دهند، گوش بر گفتار شیرینت نهند. تو لااقل توتی نشدی که از سخن خوش نیک به مردم بگوی، گپ خدا و گپ پیغمبر به مردم برسانی. همنه بلبل که عاشقوار زار، خوش بنالی در چمن یا لالزار. همنه هدهد که پیکی ها کنی، یا چلکلک که وطن بالا کنی. هیچی خاک خنک نشدی میگه. تو نه هدهد شده که یا خبری خوشی جا برسانی. تو لااقل مثل لکلک نیستی که همون لکلک هم ببینه که آشیانش کوشش میکنه بلندتر بگذاره، اندک بلند پرواز شوی، یک منفعت سودی تو به مسلمان ها را برسه. در چی کاری تو و بحری چیت خرند، تو چی مرغی و تو را با چی خرند. یا فکر که در چی کار به کار میای، نه ایل لذی نه اول لذی، ایتی اگون منفعت باشه. آخه خدا جانی ترمز کنه که تو به چی کار میای. هر کسی را بحری کار ساختند، مهری آن را در دلش انداختند. خداوند هر انسانی را برای یک کار ساخت است. و یک اندیشه که تو کی هستی، چی کاره هستی، با چی خاطر تر خدا خلقت کرد، با تو چی فرمان و امرها داده است. فرد و روز قیامت در موقف حساب در پیش خدا چی میگوی؟ وقتی که از نعمت ها سوالت کنه در جواب چی میگفته باشی؟